سلام میگم خدمت آقای انصاری. من از ایران تهران زنگ میزنم. واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم از همه این برنامه‌هاش که ما همش تو خرافات این مفاتی ایران بودیم. الان واقعا قرآن که میخوندم ولی بهتر خدا رو میشناسم، بهتر ایمان به دینم آوردم، یعنی راحت شدم از این همه مشکلاتی که این آخوندا برای ما درست کرده بودن. این عقیده نظراشون که همه مختلف، حرفاشون که دیگه نمیدونه کدوما همه دروغ تو این تلویزیونای ایران میگن. واقعا جوانای ما خیلی جوانای خوبی بودن. من خودم 2 تا جوون دارم، به خدا الان چند سال به خاطر این دین مذهب این آخوندا نماز نمیخونن. میگن دیگه همه چیز رو از ما گرفتن، چجوری نماز بخونیم، چجوری بگیم خدا. پول ما رو از ما گرفتن، خونمون رو گرفتن، ماشین زیر پامون رو گرفتن. یه ماشین تو لیزینگ ایران خودرو میدن، انقدر سود میکشن. از پسر من 30 میلیون سود پول گرفتن. یعنی ما خونمون رو فروختیم پسرم زندان نره. دیگه نمیدونم از کجا از این آخوندا بگیم. شما ما رو دعا کنین این مملکت ما آزاد بشه، این جوانای ما به راه راست برن، این جوانای ما خدا رو بشناسن. از دست این ملاها خسته شدن. واقعا ممنونم، خیلی سپاسگزارم از برنامه‌تون. خداحافظ. زنده باشید. تشکر میکنم از این خواهر گرامی. الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتان باد. امیدواریم که شر این دجالان دین فروش رو از سر ملت شریف ایران و همه مسلمان ها دور بکنه و ان شاء الله با این انقلاب توحیدی که آغاز شده الله سبحانه و تعالی به زودی اینها رو ریشه کن خواهد کرد و شرشون رو از ایران به زباله‌دان تاریخ خواهد انداخت.